آینده تجارت الکترونیک رو آیندهش اینطوریه. این دنیا یه مرحله رو داره میره جلو. اول عصر کشاورزی بوده، بعد شده عصر صنعت، الان شده عصر اطلاعات که اینترنت به عنوان نمادش. ما در مرحله بعد داریم به سمت عصر مجازی میریم، یک عصری که دنیای سه‌بعدی است. یعنی که شما حالا الان من میگم برو تو اینترنت خرید کن، فردا بهت میگم بلند شو برو تو فروشگاه در پاریس، در حالی که در تهران نشستی، بلند شو برو تو فروشگاه پاریس قدم بزن، خریدت کن، برگرد بیا تو خونه، بدونی که از خونتون تکون بخوری. این میشه دنیای مجازی. موج چهارم این شرایط داره. چند تا دوربین هست، یک کلاه ویرچوال ریالیتی که شما سرت میذاری، شما رو میبره در فضای سه‌بعدی، منتقلت میکنه در اون فروشگاه، خرید میکنی بیای. آینده که اینه. این آینده رو من پیش بینی کردم تا 2 دهه دیگه میاد. یعنی فقط 20 سال دیگه ما میریم تو دنیای مجازی. تو این دنیای حقیقی به صورت یقین تجارت به ترتیب به صورت نمایی اینه که اولش کم کم میشه، بعد یه سالی بگذره یهو سریع میشه. نمایی من فکر می‌کنم تا 10 سال دیگه اصلا تجارت سنتی معنی نداره. یعنی همه چی میره به سمت تجارت الکترونیکی. همین الانش هم ما پرتیم. والله اگه نگاه کنید تو دنیا 30,000 میلیارد دلار الان خرید و فروش روی اینترنت و اینجور چیزاست که از اون سهم 1 میلیون هم ممکن نباشه. خب وقتی ببینیم ما وارد یک بازی اقتصادی در عصر دانش، در اقتصاد دانش محور که دیگه پول داره از بین میره، کالا از بین میره، سرمایه از بین میره، ما هنوز داریم به ساختمان و گل و چوب و خشت بها میدیم. به 1 متر زمین که این همه سرزمین داریم هنوز ارزش برای ما که این زمین اگر 50 متر اون ور خیابون باشه قیمتش مثلا فرض کن متر 2 میلیون تومنه، 50 متر این ورترش 1 میلیون تومنه. اصلا هیچ اقتصاد عقلانی حاکم بر این تفکر نیست. منتها تو اقتصاد ما رواج داره. فناوری اطلاعات با ابداع انواع پدیده‌های الکترونیکی همه نمودارهای توسعه و پیشرفت را دستخوش تغییرات ناگهانی کرده است. شاخص بیشتر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیز هم در اثر امکانات ویژه فناوری رشد داشته و هم در پاره موارد منجر به زیان‌های غیر قابل بازگشتی شده است. همین بی‌ثباتی رو به صعود نشان دهنده وقوع انقلاب دیجیتالی است که پرشتاب ساختارها و فرایندهای گذشته را متحول می‌کند.